حداقل یه روز دیگه تا مردنم وقت دارم. تو خدایانت در اشتباهی. خودم تقدیرم و رقم زدم. خودم تار و پود مرگ و زندگیمو بافتم. خودم، نه تو، نه خدایان. خودم خواستم برای مردن به اینجا بیام. اگه اینطور فکر میکنی بس حقیقت داره، اما برای تو امان از این و اما بافیت هیچ معنایی نداره. حرفات انقدر میشه متفاوت تفسیر کرد که نه آرامش میده نه آگاه میکنه، فقط به اشتباه میندازه. اون به اصطلاح پیشگوییات خطر نکنه. چطور؟ مثلا تو به لگرتا گفتی دیگه نمیتونه بچه بیاره، با این حال باردار شد، ولی بعد به خاطر حرفای تو بچه توی شکمشو به خطر انداخت. اگه حرفاتو نمیشینید چی؟ اگه فکر میکرد بچهش زنده میمونه چی؟ میموند و ازش مواظبت میکرد و شاید الان به وجود بچه سالمش افتخار میکرد. این چیزی که میشه میخواست بیش از هر چیزی. اون آینده‌ایه که تو براش تصور کردی، اون هم محققش کرد. شایدم تقدیرشی بوده که فرزندش دقیقا به اون شکل از دست بده. اگه نبوده باشه چی؟ اگه بود چی؟ من به وجود خدایان اعتقاد ندارم. تقدیر انسان دست خودشه، نه خدایان. خدایان انسان‌ها رو ساختن تا جوابایی رو که ازشون میترسن از اونا بگیرن. شاید حق با تو باشه رگنار لاتبروک. من تنهای پیشگویم. من بین پست‌ترین مرده ها قدم برداشتم و در تاریکی به دنبال حقیقت بودم. شایدم اشتباه کردم. تا چی گفتی؟ من که چیزی نگفتم.